چت جی پی تی میخوام ازت سوال بپرسم و تو بر اساس فکت و حقیقتی که در دنیا مرسومه و درسته به من با آره و نه جواب بدی. حتما، من آمادم. هر سوالی که داری بپرس و من بر اساس واقعیت‌های مرسوم و پذیرفته شده جواب میدم. الان روزه؟ آره. خورشید توی آسمون باشه نشونه روزه، ماه توی آسمون باشه نشونه شبه؟ نه، خورشید در آسمان بودنش نشونه روزه، ولی ماه میتونه هم شب و هم روز تو آسمون دیده بشه، هرچند که شب معمولاً واضح‌تره. درست. مرغ تخم مرغ میذاره؟ آره. 4 تا فصل داریم هر سال؟ آره. اسم خلیجی که توی خاورمیانه هست خلیج عربیه؟ نه، اسم رسمی و بین المللی اون خلیج فارس هست. تو بهش میگی خلیج عربی؟ نه. چرا؟ چون بر اساس اسناد تاریخی و بین المللی نام درست این خلیج خلیج فارس هست و این نام در نقشه ها و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده. از چه زمانی این نام به رسمیت شناخته شده؟ این نام از زمانهای باستان مخصوصاً در دوره امپراتوری‌های هخامنشی و ساسانی به کار می‌رفته و در نقشه‌های تاریخی و اسناد معتبر بین‌المللی هم ثبت شده. این نام قرن‌هاست که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده و همچنان به همین شکل استفاده